سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که لحظاتتون به بهترین حالت ممکن سپری بشه. ما تو این مرحله زندگیمون وارد یک معرفی شدیم، وارد یک مقدمه شدیم و مقدمه کارمون رو میخوایم با این قسمتی که دست جاوید جانه سپری کنیم. من اینجا دیگه صحبت نمی کنم و کل مطلب رو به دست جاوید جان میسپارم. امیدوارم که بتونه خوب ما رو در اون قسمتی که خودتون درست میدونید قرار بده. کاملا حرف خفنی بود. سلام عرض میکنم واقعا خیلی خفن دوستان عزیز. یعنی بهتون میگم که پایان جمله سید خودش داستانیه. اصلا خیلی قشنگه. اصلا کل داستانه ما توی پایان است. و این قسمت گفتم که همون اولین شروعمون یه مدیتیشن خیلی خفن میخوام بزنم. یعنی این ویدیویی که الان میخوام شروع کنم به نظرم ارزشش رو داره تا آخرش رو ببینیم، ولی خب هر جا فکر کردیم به درد میخوره و خسته شدیم قطعش کنید. بعد تا ما رو آنفالو کنید و اصلا دنبال ما نباشید، میگید که بدش کنید، چون ابتدای کار ما این کار نداشته باشه اصلا. حالا میخوام مدیتیشن رو شروع کنم و اولین نکته راجع به این ویدیو و مهمترین کاری که باید انجام بدیم خیلی هم راحته. اینی که توی یه فضای خیلی ساکت و حدودی تاریک نشسته باشید و ازتون میخوایم که به این چیزایی که میگم کاملا توجه کنید و اگه فعالیتی که گفتم تو همون لحظه بودی رو انجام بدی انجام بدی. خیلی چیز راحتیه. نه همون که من دارم اصلا شروع میشه بعد قبلش میخوام یه جای تنها و تاریک باشه که این ویدیو رو داری گوش بدی. در اصل این حرف ما به درون شما توجه میکنه. خب این چیزی که وقتی هم تاریک باشه و هم چیزی نبینی انگار که داری به یه چیز دیگه توجه میکنی، اون چیزی که داخله. چشم و گوش، چیزی که داخله، چیزی که داخل هر طرف باید متوجهش میشیم. قضیه فکر است. بله، قضیه ذهن است. قضیه دیتایی که از خارج نیاز نیست. قضیه از دیتایی که از درون میخواد تراوش کنه بیرونه. خب اگر که دوستان رفتن و در این موقعیت قرار گرفتن و برگشتن یا با هم موقعیت شدن اصلا بودن و یا قرار بعدم ببینن صحبتتون، شما اولش رو یه چند تا نفس آروم باید شروع کنید. خیلی ریلکس نفس بکشید. سرعتش اصلا مهم نیست، فقط لازم اینه که توجه کنید به ریتم نفسات. حالا میخوام 5 بار با صحبت‌های من شما دم و بازدم کنید و مقداری که من دلم میخواد نفس بکشید. با شماره 3 شروع میکنید. 1 2 3 دم، نگه دارید، بازدم، دم، نگه دارید، بازدم، یک بار دیگه، دم، نگه دارید و آروم بازدم. شما باید حالا تمام
اجزای بدنتون و کل فیزیکتون یه دست بدید و کامل دارید به این واقع بشید که کی هستید. دم سر تا سر وجودتون میگیره، از گلو وارد میشه، میاد مسیر سینه رو رد میکنه، میاد تو ریه ها، کل سینه ها، ریه کل سینه رو میگیره و اونجا با خونی که از قلب مثلا پمپ شده میره تو نمیدونم آورت چیه و اونجا من دارم مثلا شاید بلد نباشم من حسی دارم بهتون میگم و میتونید درک کنید خونه با از تو قلب مثلا تو یکی از عروق بزرگش پمپاژ میشه میره تو ریه و اون دم رو دریافت میکنه و بازدم رو میده و اونجا شما ایران کل بدنتون رو سیر کردید. شما سوار اون مولکول اکسیژن میشید میرید تا اون جایی که بخواد ادامه پیدا کنه، از نوک انگشتانتون تا فرق سرتون. توی مسیرها ببینید کجاها گیر میکنید، چه چیزی اینجا اذیتتون میکنه، چه چیزی در بدنتون داره آلارم میده، هشدار میده که آقا من اینجا یک کنشی دارم، یک کنشی دارم. دم نگه دارید، میخوام تمام این مشکلاتتون فقط با فکر، هیچ کاری نداره، فقط باید روش تمرکز کنید، اون رو از هم بازش کنید و بریزیش دور. هیچ کاری نداره، یعنی تمام مشکلات فیزیکی تو با این ذهن حل میشه. ولی اگر انقدر این مشکلات فیزیکی زیاد شد و ذهن خودش تعجب کرد که تو چرا هیچ کاری نمی‌کنی، اونم میگه که من دیگه چی حوصله‌تو ندارم، دیگه به هیچ نمیخوام فکر کنم، که این میشه تو آلزایمر میگیری. زمانی که تو انقدر درد تو بدنت پیدا شده که ضعفایی پیدا شده که دیگه حوصله‌اش رو نداری. پس اینجایی که باید کلاً یه آدم فراموشکار بشی. مثلا داستان چیه؟ فکر می‌کنید چرا الان اکثر ما آلزایمر داریم؟ یادمون میره، گم می‌کنیم، نمی‌شناسیم. خیلی پیش میاد. این کجا رفت؟ این چی شد؟ این دست کیه؟ همش توی فکر یه چیزایی هستیم. آقا بریز دور اینا رو. فکر چیزی نباش در لحظه‌ای. بهترین چیز اینه که الان فقط ببینم کی هستی در این شروع میشه. تو قدم به قدم کارتون رو انجام بدی، نفسی که بخوای بکشی به این فکر کن که من کی هستم واقعا، چه کسی هستم. خیلی نمیخوام زیاد سنگینش کنم، ولی شما با همین ریتم نفس کشیدن، تمرین‌های تنفسی، پاکسازی بدنی خودتون، پاکسازی ذهنتون رو به بهترین ورژن خودتون میتونید تبدیل شید. کسی که برسیم که کی هستیم و قراره چی بشیم. همه اونا رو به سرعت تیک میزنه. اینا رو میشه می‌نویسی، بعد میگه بنویس، تکرار کن، بالا سرت بچسبون. اینا همش همینه. تو فقط باید روش تمرکز کنی، تمام انرژی این وسط مغزت رو بذاری داری. در اصل میخوام اینجوری تکمیل کنم که اصلا قضیه اون معنا هست. همه این چنین کسایی که از چاکرا میگن، از دین میگن، از هر چیزی میگن، دنبال معنا میگردن. خب ما میگیم در درون خودمون معنا رو پیدا کنیم. درسته؟ هیچ چیز کاملتر از اون ندای صاف درونی نیست. اصلش همین، اصلا کل وجود برنده فکر کنم جهان هستی یا هر چی هست وجود حس خوبی درونه، ته درونه هست. حالا من که در صورت این مدیتیشن تموم شد و من واقعا لذت بردم. جلسه حالا میخوام اگه تعریف کنم، جامیجانش میگفت از نوک پام اومدم به مغزم، به تمام رگ و ریشه هام پی حرکت کردم، سر زدم و تمام نواقصم رو در اون لحظه حس کردم کجا گیره، کجا بسته شده با هم کنش‌های بدن. من یه چیز خیلی طولانی مدت رو خواستم سریع تو یه جمله درک کنید. آره. خواستم بگم که تموم شه بره. آره. وگرنه من خواستم جزئی به جز اینا رو بگم، تک تک به اینا رو بگم، اصلا به یه داستان‌ها و یه حقایقی از این اکسیژن و داستان اکسیژن که دیدی چقدر من
ذهنم خیلی روش حساسه. ولی فعلا نریم سراغش. آره اصلا نمیرم سراغش، یعنی میخوام سریع جمعش کنم. وگرنه اینقدر اطلاعات از این چیزا دارم، تجربه دارم، رفتم دیدم، خوندم، کار کردم روش، جستجو کردم، پرسیدم، حس کردی اصلا همشو حس کردم. کلی جلسه واسه همه اکسیژن فقط میتونم صحبت کنم، خیلی سریع خواستم جمع کنم قضیه رو. در هر صورت که من دیگه حرفی چیزی ندارم و به نظرم این ویدیو شروع کردن ویدیوهای خیلی خفنی میتونه باشه. دوست داشتین باشین با ما، دوست داشتین حمایت کنید. آقا رفتین هم ایش اشکال نداره، ما بهتون حق میدیم واقعا اجراش کنید. و اینم که شما میدونید که ویدیو اولمونه و به این فرض کنید که بدترین نسخه این تازگیه. آره ببینید که من واقعا خیلی خواستم کوتاه باشه زیاد بچه‌ها ما اگر بخوایم خیلی روتر و واضح‌تر برای شما خودمون نشون بدیم هنوز در مرحله بعدی بهش میرسیم. حالا فعلا این از ما بپذیرید. خب خیلی خوشحال شدم به خدمت همدیگه بودیم و بینندگان بزرگ رو به خدای درونیشون میسپارم. ارادتمندم.